یک شبه آن رنج که مادر کشید، در دو جهان نتوان برکشید. این صدای من با اون نفرهایی هست. روز 11 یک نفری نزدیکی به ما با تاجیکستان می اومد. ما در فرودگاه بودیم، ایرپورت. متاسف بعضا صحنه هایی رو در اونجا مشاهده میکنی که دلت رو ریش میکنن. بعضا نفرهایی که در زندگی خودخواهند، گویا که سری بالای آنها یگان وقت خم نمی شود. کبر آنها گویا ایدیل نمی رود. چی گفتنیم؟ مادر سینه رحم است. چی کاری میکنی نمیکنی بست رو میبخشد. در فرودگاه نفرهایی که از خارجه می آمدند و می رفتند، این صدای ما با همان نفرهایی هست که مثلا از خارجه می آمدند اکثریتش مشاهده کردیم. مادری بیچاره با یک آرزو، مادری بیچاره با یک نیت در فرودگاه رفته که جگربندی که مثلا طولی چند سال نیست در نردش پیشوازش گیرد، لیکن از خارجه آمده انا گردن بین با کبوده آسمانه. اوزی اگر تو بدانی که مادر که ای قدر مادر چی است، تو هیچگاه این چیز رو نمیکنی. مادر مجبورش میکند بعض نفر دستش بوسه میکنه، کیفش بوسه میکنه، همین گردنی بالای خود رو خم نمیکند که چهره او رو مادر بوسه کند. حتی آغوش نمیگیرند مادرش رو. همین صحنه هایی که دیدم باور کنید دل جگر آدم رو میریزاند. فراموش نکنید وقتی که شما جمع دارید و یک چیز دارید، این برکت از مادر و پدران است. بعد از سری آنها میانت میشکند. ایودا نبرو، میانت میشکند. در کجای گریه این اولا میکنی هیچ کس به دردت دوا نمیخورد. دیگه در زندگی تو میتوانی چی سود است بعد مردن سنگ مرمر. همین زنده که هستن قدرشون کنید، قیمتشون ندارید. بعد از مردن اون سال و ماه و هفته و سنگ و دیگر و دیگر و دیگری تو برای خودت باشد. از این خاطر خواهش میکنم گپی من به همه وابستگی نداره، این به همون نفرهای وابستگی دارد که جای خودش رو میآورد. گپ بعضا نفرها شاید از خطاگی، شاید از نادانی همین کار رو کنن، لیکن خواهش میکنم در زنده بودن قدر والدین رو دانید. بعد از مردن یگان چیز در کار نیست. خدا نگهبان.